پیغمبر خدا بعد نماز عصر بود میگوید، بعد نماز عصر موعظه کرد بین صحابه ها. بین موعظه بود که خبر داد، الحال گفت از دروازه کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. همه نشسته بودن نگاه کردن، در آمد یک آدم عادی اعرابی بود، نشست نماز خواند و رفت. فردا پیغمبر خدا باز موعظه کردند، باز گفتند الحال جنت مشتاق شخصی است که از زمین دروازه می درآید. باز همون مرد در آمد. باز سیوم روز همین تکرار شد. یکی از صحابه پیغمبر میگوید من هم مشتاق همون مرد شدم. گفتم این چه خاصیت داشته باشد، چه خصلت داشته باشد که پیغمبر 3 روز پیوسته وی را بشارتی به جنت دادند. از پسش رفتم نزد خانش و گفتم ای دوست خدا، میخواهم همراه تو شب سپری کنم. مرحمت گفت شب با او میگد همراه بودم، نماز زیاد نداشت، صدقات زیاد نداشت، مثل من نماز 5 وقته میخوند و میآمد در خانهش خواب میکرد. 3 روز همین حضرت را من پاییدم که عملی ای را بفهمم چه عمل باشد. چیزی یافت نکردم. بعدا مجبور شدم که پرسم چه عمل داری؟ گفت من یک عمل دارم. گفت اولا گفت چرا تا از من پرسان میکنی؟ گفت زیرا پیغمبر خدا 3 روز را بشارتی به جنت دادن. گفت من یک عمل دارم که کسی علم دارد، کسی پول دارد، کسی عزت دارد، من حسد نمیخرم. من حسد نمیخرم که وای علم دارد، وای پول دارد، وای مال دارد، وای ماشین دارد، وای خانه دارد، من پروایی ندارم. شاید همین خصلت من خوب باشد و همین خصلت من و فعل من در خدای من خوش آمده باشد و مرا از اهل بهشت گردانده باشد.